شما 10 راهکار برای کاهش استرس را آموزش می دهیم. 1. تمرین و ورزش. فعالیت‌های ورزشی مانند پیاده‌روی، دوچرخه سواری، یوگا و شنا می توانند به بهبود وضعیت روحی و کاهش استرس کمک کنند. ورزش منجر به ترشح هورمون‌های خوشحالی می شود و به شما احساس آرامش و خوشبختی می دهد. 2. تنفس عمیق. تکنیک‌های تنفس عمیق می توانند در کاهش استرس مؤثر باشند. با تمرکز بر نفس عمیق و آرام، تنش‌ها را از بدن خود کاهش داده و آرامش را احساس کنید. 3. مدیتیشن و آرامش. مدیتیشن به شما کمک می کند تا ذهن را آرام کنید و به حالت حاضر بپیوندید. با تمرین مدیتیشن می توانید استرس را کاهش داده و بهبود کیفیت زندگی خود را تجربه کنید. 4. تغذیه سالم. تغذیه مناسب و مصرف مواد غذایی سالم می تواند بر روحیه و استرس تأثیر بگذارد. مصرف مواد غذایی سالم و غنی از ویتامین ها و مواد مغذی به شما انرژی می دهد و در کاهش استرس کمک می کند. 5. خواب کافی. خواب کافی برای بدن بسیار مهم است. با استراحت کافی و خواب به مدت 7 الی 8 ساعت در شب، بدن و ذهن شما احساس آرامش می کند و استرس را کاهش می دهد. 6. تماس در طبیعت. در طبیعت حضور یافته و حضور در فضای باز می تواند استرس را کاهش دهد. قدم زدن در پارک، صعود به کوهستان یا حتی تماشای مناظر طبیعی در فیلم ها و عکس ها احساس آرامش را به شما هدیه می دهد. 7. تمرینات نگارشی. نوشتن افکار و احساسات خود را در یک دفتر یادداشت نموده و با نوشتن می توانید استرس را از خود دفع کنید و ایده ها و احساسات خود را به طور سازماندهی شده بیان کنید. 8. برنامه ریزی و مدیریت زمان. برنامه ریزی درست و مدیریت زمان می تواند استرس را کاهش دهد. با برنامه ریزی و تعیین اولویت ها می توانید بهترین استفاده را از زمان خود کنید و تنظیمات مناسبی برای انجام وظایف خود داشته باشید. 9. تماشای کمدی و خنده. خنده و شادی می تواند به شما در کاهش استرس کمک کند. تماشای فیلم ها و برنامه های کمدی، خواندن کتاب های خنده‌دار یا حضور در مجموعه های خنده‌دار می تواند موقعیت های خنده‌دار را به شما ارمغان بیافریند و استرس را برطرف کند. 10. حمایت خانواده و دوستان. در مواجهه با استرس، حمایت خانواده و دوستان می تواند بسیار مفید واقع شود. به اشتراک گذاشتن مشکلات و استرس های خود با افراد نزدیک و دریافت حمایت و توجه از آنها می تواند به شما احساس آرامش و امنیت بدهد. با توجه به تفاوت‌های فردی، روش‌های مختلف برای کاهش استرس ممکن است برای هر فرد متفاوت باشد. پیشنهاد می‌کنم تا روش‌هایی که برای شما مؤثر هستند را تست کنید و ببینید کدام یک بیشترین تأثیر را بر کاهش استرس شما دارد.